باشی در پیشگاه اگر انا همه روزهایی که ما در زندگیم گذراندگیم پس سر کردیم بعضی آدمایی که در کامنتاری اگر بعد می‌نویسین اگر همو پس سر می‌کردین امروز شده شما کنته بودین. خواهر عزیز، حجاب اسلامی به چی خاطر ببر کردی؟ آیا از الله نترسیدی؟ نخواست زن مسلمان چنین دشنام کند. این هم در ملای عام. حیف ستر حجاب. کمتر حرمت بدانو، زبان تا نگه دار. کلمه‌ای که از دهان انسان میبراید میتواند او را به رضای الله رساند یا برعکس سبب عذاب او گردد. زیبایی زن تنها در لباس یا چهره نیست، بلکه در حیا، اخلاق نیک و سخن نرم است. دشنام، تحقیر، غیبت و سخنان قبیح آبروی انسان پس میکنند و برکت زندگی را از بین میبرند. در روایت بخاری و مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند. پس اگر میخواهی نزد الله مقامی برام داشته باشی، زبان تا با ذکر خدا، سخن حق و سخن نیک زینت ده. اگر خشمگین شوی خاموش باش، زیرا هر کلمه‌ای که میگویی نوشته میشود و در روز قیامت برای آن جواب خواهی داد.